در زمان سامونیان که افزایشی با سرعت پیروان حنفیه این چه روند واقعی تاریخی سیاسی فرهنگی و دینی دوران دولت‌دار سامونیان پیشرفت‌های علمی‌های دینی و دنیوی خاصتا فقه و کلام برای ظهور علم مستقل کلام حنفیه تحکرسی با اعتماد گذاشت. تا اولهای عصر نو بنیاد کلام تازه ظهور ماورانه را تنها یک عقیده معین که آن در متن‌های آثار ابو حنیفه و پیروی و انعکاس یافته بودند تشکیل می‌داد. مثلا اگر سخن در مسائل ایمان، اعتقاد، اختیار، آزادی اراده و عاقبت‌های گناه می‌رفت، جواب آنها در دوره جهانبینی مکتب حنفی ارائه می‌گردید. جای شبهه نیست که در این دوره علمای بزرگ حنفی در رشد فقه و پیشبرد تعلیمات حنفیه خدمت‌های ارزنده انجام دادند. ابوالمعین نصفی بارها تاکید کرده است که در مکتب کلامی ماورالهنر از ابو حنیفه شروع شده تا ماتوریدی و بعد از آنها در تشکل تعلیمات حنفیه سهم گذاشتند و این عنعنه از جانب علمای دیگر ادامه داده شد. ابوالمعین نصفی به زمره آنها ابو سلیمان جوزجانی، ابوبکر جوزجانی و ابو نصر ایازی را داخل کرده است که استادان به واسطه ماتوریدی سمرقندی بودند. در این دوره علاوه بر این پیش البته دیگر فرقه ها و دیگر مذاهب هم در اینجا وجود داشت، اما سرچشمه ها چیزی که خبر میدهند تشکل مکتب و جریان ها و فرقه های علاهیده به مانند کرامیه، جبریه، رافیزیه، زاهدیه، مالکیه و شافعیه فضای مذهبی عقیدوی و در مجموع فضای غایوی خود روز به روز پر اختلاف میگردید. برای برهم زدن وضعیت هم برای عامه مردم و هم حاکمان در تنها مذهب حنفی نقش کلیدی بازی. ما ببینیم که در همین دوره خصوصا شهرهای بخارا و سمرقند، مارون، شاپور و بلخ مرکزهای اساسی پنجشوی مذهب حنفیه به شمار می‌رفتند. پیروان اولین ابو حنیفه سرچشمه‌های تاریخی موجوده خبر می‌دهد که موافق معلومات سرچشمه‌های تاریخی موجوده ابو اسماعیل نوح ابن یزید مروزی با لقب جامع که سال وفاتشون 789 میلادی 173 هجری قمری، خلاف ابن ایوب بلخی سال وفاتشون 821 میلادی 205 هجری قمری، اسامه ابن یوسف بلخی سال وفاتشون 825 میلادی 210 هجری قمری، شداد ابن حکیم بلخی و غیره بودند. در دوران سلطنت سامانیان احمد ابن حفص که معروف به ابو حفص کبیر بخاری بود، یکی از اولین فقیهان حنفی به شمار می‌رفت. او شاگرد محمد ابن حسن شیبانی بود. بعداً پیشوای حنفیان بخارا اعتراف گردید. در گسترش مذهب حنفی و به اعتدال آوردن وضع سیاسی مذهبی عهد سامانیان خدمت‌های زیاد انجام دادند. همین فعالیت با ثمر ابو حفص کبیر بخاری و پیروان وی بود که فقه حنفی خیلی رشد یافت و در مرحله دوم انکشاف آن در منطقه یک گروه فقیهان نامی که از قبیل ابو حفص صغیر، ابو عبدالله محمد ابن احمد که سال وفاتشون 883 میلادی 270 هجری قمری، ابو عبدالله محمد ابن احمد سال وفاتشون 883 میلادی 270 هجری قمری، ابو عبدالله محمد ابن اسلم ابن مسلمه ازدی سال وفاتشون 881 میلادی 261 هجری قمری، ابو حازم سال وفاتشون 205 میلادی 290 هجری قمری، ابو الحسن کرخی، ابو قاسم بلخی، عبدالله ابن احمد ابن محمود، ابو نصر احمد ابن عباس ایازی سمرقندی، استاد ابو منصور ماتوریدی، ابو الفضل محمد ابن احمد مروزی، عبدالله ابن محمد حارث سوبزمونی، ابو حمید احمد ابن سهل بلخی، ابو بکر عبدالله ابن محمد ابن بودل معروف به اشقر بودیلی، بکر ابن محمد سنجی و سنینی، ابو احمد ابن محمد ابن احمد شعیبی، ابو سعید حمید ابن احمد سجزی که اینا بودن که از عقاید ابو حنیفه رحمت الله علیه حمایه نمودند و با میدان علم و بحث و نظرات فقهی یعنی نویل گشتند. مطابق معلومات و سرچشمه‌های عصر میانگی
ابن مکحول در مورنه همچون فقیه و عالم دارای مقام و مرتبه بزرگ علمی بوده. از وی تا زمان ما 3 کتاب باقی مانده است. آنها از نگاه موضوع خیلی فرق کردن، مسئله های گوناگون دین را در بر میگیرند. کتاب شعاع او با فقه بخشیده شده است. سبب سر زدن بحث های زیادی حقوقی در حوزه های علمی فقه گردید. لبک. سلام علیکم ورحمت الله. علیکم السلام. الو. لبک. اگر دورو نزدیک شدیم. خدا را شکر. سوال داشتم. بیم الو گرزم. امی تصنیفات امامان چهارگانه رو قدم‌های یک میفهمید. خب. الو. سلامت باشید. خب. خب. تصنیفات امامان چهارگانه مذهب اهل سنت. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دارد با نام کتاب مسند امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، و امام مالک رحمت الله علیه کتاب دارد با نام موطأ، یعنی آماده کرده شده یا اینکه مهیا کرده شده، و امام شافعی رحمت الله علیه کتاب دارد با نام الام، و اینچنین امام احمد حنبل هم که کتاب دارد با نام کتاب مسند. یعنی مسندها با نام مسانید هم ذکر میشن، چون که نفران زیادی مسند تالیف کردن و خود پیشوایان مذهب یک کتابی هم هست که با نام کتاب فقه اکبر هم که در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه شهرت دارد. اصلا فقه دو نام میشه، فقه اکبر و فقه اصغر. فقه اکبر مسائل اعتقادی رو بحث میکنه و فقه اصغر باشه مسائل فقهی یعنی فروعی رو بحث میکنه. پرسونی سبب ذکر کردن اینا به این خاطر بود که پیشتر پرسیده بودن که یعنی افرادی که از مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه پیروی کردن همونها رو برای ما ذکر کنیم، بیان کنیم که کیها مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه رو به اصل مرکزی آوردن و نمونه آنها کیها. از به همین خاطر از همین کتاب استفاده کردیم که وقتی که در ماوراءالنهر همچون نمایندگان مذهب رسمی برتریاتی رو زیاد داشتن، حتی حکومتداران همون در زمان به مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه آورده بودن و این طرز توجه و مناسبت نسبت به مذهب حنفیه در دوران خود قدرت سامانیان به وقوع است، چطوری که از جانب خلیفه عباسیان نصر ابن احمد والی ماوراءالنهر انتخاب گردیده بود. سال 900 برادری و اسماعیل ابن احمد بعد از پیروزی با لشکر صفاریان والی ماوراءالنهر و خراسان تعیین می شود. سامانیان زیاده از 100 سال در منطقه حکمرانی کرده، در توسعه حنفیه و به مذهب سنتی تبدیل دادن آن سهم کلان گذاشتند. سامانیان در حیات مذهبی تلاش نداشتند، یعنی زور ستم مذهب معین رو به مردم بار نمایند. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. دوم سوال داشتم برات. بله. انا میگفتم که درباره اصول این مذهب امام اعظم که از کدام چیزها مثلا دلیل حجت میکنن که از قرآن از کدام ها دلیل اصول مذهب. خب سلامت باشید. خب یعنی اصول مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه از چی عبارت است؟ البته در کتاب‌های فقهی هم آمده است، در کتاب‌های اصولی مذهبی هم آمده است که مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه از قرآن و سنت، اجماع، قیاس، قول صحابه، استحسان و اینچنین عرف. البته تنها مذهبی که عرف را اعتبار میکند این مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. البته خود معلوم است که عرف هم دو نوع میشود، عرف صحیح میشود و عرف فاسد. یعنی عرف را اعتبار کردن. ما ببینیم اگر دین مبین اسلام وقتی که آمد پیامبر علیه السلام همه عرف مردم را از بین نبرد. آن عرفی که برای حیات و مصالح زندگی مردم زیانبار نبود آن را قبول کردند و در دین مبین اسلام او برقرار ماند. فرضاً خود حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم پدرشون عبدالله میگوید که من فرزندی دو ذبیحتین هستم، یعنی دو نفری که محکوم به ذبح شده بودند. اصلا خیلی تمام مسلمان ها در
قبول فقط قرآن و سنت اتفاق دارند و در اجماع بعضی گروه‌های هستند که اجماع را قبول ندارند و این چنین قیاس را و فقط اتفاق همه مردم مسلمان در قرآن و سنت است که اتفاق دارند که و از این منبع همه مذاهب موجوده اسلامی از این دو منبع سرچشمه میگیرند و طبق فرموده های این دو منبع یعنی فعالیت خود را انجام میدن و قبلا هم گفتیم که شریعت بالای مذهب حجت است و هیچ مذهبی بالای شریعت حجت شده نمیتواند. پدر پیامبر علیه السلام میگه که من فرزند دو نفری هستم که محکوم به ذبح شدن وقتی که پدرشون عبدالمطلب در وقت خشک شدن یا کم شدن آبی زمزم نظر میکنن برای ذبح کردن عبدالله و بعدا قصه دراز است خلاصه آمدن به همین 100 شتر خونبه های یک نفر قرار میگیره و این خونبه ها در شریعت ما هم برقرار ماند که خونبه های یک نفر یعنی به اندازه 100 شتر است یا که 1000 دینار است یا 10,000 درهم. فقط همون 100 شتر از زمانی بود که پیش از اسلام هم این چیز رایج بود و این رو در دین مبین اسلام و این چنین طواف کردن. این طواف هم چیزی بود که پیش از اسلام در بیت الله وجود داشت و دین مبین اسلام هم این را تنظیم کرد و ماهای حرام اینا پیشتر هم وجود داشتن یعنی در وقت پیغمبر علیه السلام آمد اینها را هم نگاه داشت و طبق اون در دین مبین اسلام عمل کرده میشه. چیزی که قبلا گفتیم وقتی که در دوره حکمرانی سامانیان یعنی اون نفری رو هم با وجودی که شاه بودن برای قبول کردن مذهب معین مجبور نکردن و مجبور هم نساختن و در این دوره در موارانه خراسان مقدار زیادی مذهب و فرقه ها و تبلیغ گسترش عقیده های خود مشغول شدند لیکن برای جامعه منطقه از نگاه هویت قومی عقیده های حنفی نزدیکتر بودند. برای همین گفته می شود که فقهای حنفی سمرقند بخورا از گسترش حرکت کسانی که بیروحان و مبتدیان و هواداران خوانده می شدند و همچنین دفاع از مذهب سنت و جماعت انگیزه شد تا امیر اسماعیل فقها را با تبیین این مذهب فرمان دهد. و دنبال آن با پیشنهاد فقها ابوالقاسم اسحاق ابن محمد ابن اسماعیل سمرقندی معروف با ابوالقاسم حکیم که سال وفات چون 953 بود فقیه زاهد و متکلم حنفی و قاضی سمرقند که اوضاع او در شرق و غرب اسلامی پیچید او در دوره این امر شد و در حدود 824 میلادی 299 قمری کتاب السواد الاعظم رو با تکیه بر دیدگاه اصول حنفیان اهل سنت و جماعت مشتمل در 62 مسئله عمدتاً کلامی و زبان تازه یعنی عربی پدید آورد و به امیر تقدیم کرد. چنانکه از نام کتاب هم بر روایت از پیامبر علیه السلام است که علیکم بالسواد الاعظم تعلیم دارد برمی‌آید که هدف از نگارش این کتاب یکسوسازی اعتقادی و جذب توده‌های عظیم انسانی در قلمرو سامانیان بر محور فقه حنفی و مواضع اعتقادی برگرفته از این آیین بوده است. آیینی که به اعتقاد نویسنده مطابق سنت پیغمبر و روش صحابه قلمداد میشد. اسناد و حجت‌های تاریخی و تحقیقات مورخان عصرهای میانه از آن خبر می‌دهد که عامه مردم خراسان و ماوراءالنهر عالمان و فقیهان و دیگر طبقه‌های جامعه و حکومت سامانی وفادار بودند و از تمام ابتکارات آن دستگیری می‌کردند. حکومتی که حامی آیین نوین مملکت دادگاه علم فربر و پناه دانشمندان به شمار می‌رفته توانسته بود زمینه‌های آسایش و شکوفایی عمومی را فراهم سازد و امنیت دولت را تامین نماید. همین سبب شد که کتاب سواد اعظم حکیم سمرقندی با زبان عربی از جانب اسماعیل سامانی پذیرفته شد همچون کتاب اصلی عقیده دولتی و جامعه قبول گردید. این اثر با امر نوح ابن منصور به تاجیکی ترجمه شد. پس امیر خراسان بفرمود که این کتاب را به فارسی گردانید تا چنان که خواست را بود آن را نیز بود و منفعت کند و مذهب را نیکو بداند و از هوا و بدعت دور باشد. چطوری که معلوم می‌گردد از سبب اون که مردم آن زبان عربی را نمی‌دانست امر کردید که به زبان معمول جامعه خراسان و ماوراءالنهر یعنی فارسی تاجیکی در این اثر ترجمه شد. هدف این بود که باید آن اثر در خاندان هر یک شهروند کشور محفوظ باشد
تا اینکه مردم با زبان مادری رکن‌های اساسی عقیده را از بر کنند و اعتقاد خود را نسبت به حنفیه مستحکم سازند. و قول مؤلف یعنی این کتاب را به فارسی جمع کردم زیرا آن خواستی امیر خراسان نوح ابن منصور رحمت الله علیه از پس آن که علمای کل ماورالنهر جمع کرد تا پیدا کرد و ایشان را راه راست و صفت رسول و یاران و خلفای راشدین رضی الله تعالی عنهم. تعلیمات فیلسوفانه حکیم سمرقندی سبب شهرت او با لقب حکیم شده است. و قول سمعانی عبدالکریم الانصاب با کشی عبدالرحمن ابن یحیی معلمی حیدرآبادی دکنده چاپ شده. سبب شهرت او با لقب حکیم شده است. با قول سمعانی سخنان حکمت آموز او به عنوان حکمت‌های ابوالقاسم حکیم در خلافت عرب پنهان گردیده بود. در خلافت همون وقت در این باره ابولیث سمرقندی که سال وفاتشان 373 هجری قمری در عیون النفس، عبدالرحمن سلمی سال وفاتشان 412 هجری قمری در رساله، ابوالقاسم قشیری سال وفاتشان 465 هجری قمری در طبقات الصوفیه، حاجی عبدالله انصاری سال وفاتشان 481 هجری قمری در روضة الفریقین، ابورجای شوشی سال وفات شوشی یعنی تاشکند سال وفاتشان 516 هجری قمری در منتخب و رونق مجالس و غیره از وی همچون ابوالقاسم حکیم یاد کردند. مقصد و مرام حکیم سمرقندی از نوشتن السواد الاعظم ضعیف ساختن و از بین بردن فرقه‌های دیگری دینی افراطگرا بود که در ماوراءالنهر و خراسان ریشه دوانده بودند. علاوه بر این توسط این اثر حنفیان موقع خود را با دستگیری علما، فقیهان، عامه خلق سامانیان مستحکم می‌کردند. حکیم سمرقندی از طریق نوشت که انعکاسگری تمام پهلوها و عقیده‌های فقهی و کلامی حنفیان بود. برای گروه‌های دیگر جامعه نیز فهم باشد. حکیم سمرقندی وظیفه در نزد وی گذاشته حکومتداران اجرا کرد. در نتیجه فعالیت خود را در دایره یک کتاب جمع کرده آن را رد علی اصحاب الهوا المستمع کتاب السواد الاعظم علی مذهب امام اعظم ابو حنیفه را عنوان گذاشت. آموختن کتاب خود را حکیم سمرقندی به عامه مردم فریضه دانسته آنها را وظیفه دار کرده است که کتاب باید به فرزندان و اهل آموزانده شود، زیرا رستگاری تو اهل و فرزندان تو با آموختن این کتاب بود. حکیم سمرقندی در اثر خود 62 مسئله را آورده است که در موضوع شک نآوردن مؤمن در ایمان خود، یعنی عدم مخالفت با جماعت مسلمانان و از پس هر نیک و بد نماز خواندن بحث می‌نماید و قسمت زیادی آنها به وظیفه‌های عقیدوی و حقوقی بخشیده شدند. سبب آوردن مذهب ابو حنیفه رحمت الله از آن نفرانی که بود در اینجا نام آنها را ما ذکر کردیم و گفتیم. و پیشتر هم تعلیمات گذشته پیشترین هم همین بود که از افرادی که پرسیده میشدند که گذشتگان ما را تعلیم میدادند همین بود که بنده کی هستی؟ بنده خدا. لبه سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. محترم دنبال سوال داشتیم امیر پرسنگ بیمالو در برای پیروی نمودن از مذهب این شرط است که دلیل مثلا پیروی از مذهب در چی باشد؟ در این موضوع مثلا تیم و پاسخ شما را انتظاره. خلاص واجب سلامت باش. سوال دارم که واجب بودن تقلید از مذهب، یعنی دلیل های واجب بودن تقلید از مذهب یا از مجتهدان از اصول و قاعده هایی که آنها اتفاقی باشد، اگر اون امری که واجب باشد اتفاقی باشد، البته برای مردمی که دانش کافی دینی ندارند یعنی عالم و تمام مسائل دینی نیستند، برای عامه مردم پیروی کردن از مذهب واجب است و هر مسائلی که آنها حل فصل کردن نمیتونه، همچون که خداوند در قرآن عظیم شان هم میفرماید که فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی وقتی که چیزی را که نمیدونید از اهل این پرسان شوید. از جمله دلیل های واجب بودن چنین تقلید همین آیت کریمه است. یعنی به طور عموم این آیت کریمه با امور
یعنی واجب بودن تقلید اشاره میکنه به امام عبیدالله ابن مسعود که ملقب با صدر شریعت است و کتاب‌های فقهی که الان مولای میزی هست مردم تعلیم میگیرن، از جمله کتاب مختصر الوقایه یا شرح الوقایه یا هدایه کتابی هستند که صاحبانشون همشون پیروی از مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کردند و امام عبیدالله ابن مسعود ملقب با صدر شریعت در ضمن آیت کریمه چنین میگوید: پس اگر مجتهد نباشد و حکم مذکور را نداند به آنها واجب میگردد که از اهل این اجتهاد سوال بکنند، زیرا الله تعالی فرموده است که از اهل این بپرسید اگر خود نمیدانید. هر وقت از علما پرسیدن و علما در پاسخ اون مسئله اتفاق کردن، وقتی هر یک مسئله که علما اتفاق کردن پذیرفتن آن واجب میگردد، زیرا اگر پذیرفتن واجب نباشد سوال کردن معنی ندارد. علامه عبدالعزیز بخاری در این موضوع چنین میگوید که لو لم یکن قبول واجبا لما کان السؤال واجبا. اگر قبول کردن قول علما واجب نباشد پس سوال کردن هم نیست، یعنی معنی ندارد. در آخر همین میگیم که سبحانك ما عبدناك حق عبادتك یا معبود، سبحانك ما عرفناك حق معرفتك یا معروف، سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا مذكور، سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا مشكور. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمن.